با نام خدا و با عرض سلام به خبر 6 خوش آمدید. در یک حمله اینطوری بر نظامیان خارجی در کابل 5 غیر نظامی زخم برداشتند. این رویداد پیش از چاشت امروز در یک جاده حوزه پنجم شهر کابل رخ داد که به تفریحگاه قرغمی انجامید. گفته می شود که انتحار کننده سوار بر یک موتر کاروان نیروهای دنمارکی را آماج قرار داد. انتحار کننده در جاده بر کاروان نیروهای دنمارکی حمله کرد که روزانه بیشتر گواه رفت آمد غیر نظامیان و خانواده‌هایی است که برای گردش به بیرون از شهر می روند. از موتری که حمله کننده بر آن سوار بود تنها همین نشانه ها بر جا مانده است. این موتر نیروهای خارجی هم در همین رویداد آسیب دیده است. اما شاهدان تنها از زخم برداشتن غیر نظامیان در این حمله سخن می گویند. دلته خو غراض وک نور منګه د سپیپونو چې چای موټر وو خو ملکیانو کې یو دانه زخمی یو سیګریټ والا او د سیګریټ خرڅول د سړک په غاړه باندې امکان داره که می پامیل هایی که پالوی علمی چیز تخریب شده باشه، چون ما خودم خانه ما اینجا نزدیک است، دیدم که رفتم خانه شیشه های خانه کل شکسته. در همین حال طالبان با پذیرفتن مسئولیت انجام این حمله ادعای رسانیدن تلفات و زیان را به نیروهای خارجی کرده، اما مأموریت حمایت قاطع میگوید که در این رویداد به نیروی این مأموریت آسیب نرسیده است. مدت ها بود که چنین کاروانی از نظامیان خارجی آماج همچه حمله در کابل قرار نگرفته بود. شیوه جنگ در این مدت ظاهراً به گونه‌ای بوده که هراس افغانان بیشتر ترجیح میدادند بخشای را آماج قرار بدن که در او تلفات سنگین‌تر باشه و بیشتری تلفات هم به غیر نظامیان وارد شده.